سلام و عرض ادب به همه دوستانی که در این دوره رایگان یوتیوب همراه ما هستین. بهتون خوش آمد میگم. امیدوارم که امسال سال تیک خوردن هدفاتون باشه، با هم دیگه یک حرفه تخصصی رو یاد بگیریم و به انجام برسونیمش. مرسی که همراه ما هستین، با ما همراه باشین. تو قسمت‌های بعدی کامل و جامع یوتیوب رو بهتون معرفی کنم. قراره که در این دوره با هم دیگه یاد بگیریم که اصلا یوتیوب چیه، چی کار میکنه، چطور میتونیم توی یوتیوب فعالیت داشته باشیم و اصلا چرا باید این کار رو بکنیم. ببینید دوستان، یوتیوب فرزند گوگله، پر جمعیت ترین و پر مخاطب ترین اپلیکیشن کل دنیا یوتیوبه که توی چندین سال متوالی برترین اپ جهانی شناخته شد با تعداد مخاطبین خیلی بالا. تا اینجا که الان دارم باهاتون صحبت میکنم، تعداد افرادی که در یوتیوب دارن فعالیت میکنن براتون زیرنویس میشه. ما قراره با همدیگه یاد بگیریم چطور توی موبایل هامون یوتیوب داشته باشیم، چطور توی یوتیوب فعالیت بکنیم و چه کار بکنیم که به نتیجه دلخواهمون برسیم. یوتیوب یک اپلیکیشنه مثل برنامه اینستاگرام، مثل برنامه تلگرام که بستر آپلود فیلم هست و شما محتواهاتون را به صورت فیلم توی این اپلیکیشن آپلود میکنید. در واقع بخوام معادلش رو براتون مثال بزنم، معادل سایت آپارات در ایران. دیدی توی گوگل سرچ میکنیم مثلا فیلم ساختن خونه کاغذی و از آپارات برات 10 تا فیلم بالا میاد. سایت آپارات هم یه چنین سیستمی داره. یوتیوب یه اپلیکیشن خارجیه مثل سایت آپارات ایرانی که بستر آپلود فیلم هست. حالا اصلا چه سازوکاری پشت این سیستم هست؟ ببینید مثلا من میام یوتیوب رو نصب میکنم، حالا از طریق روش‌های ثبت نامی که توی همین آموزش بهتون یاد میدم، میام یوتیوب رو ثبت نام میکنم. میخوام یه نگاه کلی ما به این داستان داشته باشیم. ببین زمانی که من یوتیوب رو ثبت نام میکنم و کاربر یوتیوب میشم، میام یه موضوعی رو انتخاب میکنم، مثلا آشپزی، مثلا کاردستی، مثلا حالا نقاشی خوب، میام موضوع نقاشی رو انتخاب میکنم. من با کانالی که توی یوتیوب ایجاد میکنم در واقع صاحب یک کانال اینترنتی میشم. مثل چی؟ مثل شبکه 1، 2، 3. دیدی سریال پخش میکنه، وسط سریال ما پیام بازرگانی داریم، حالا زرماکاران خودش رو تبلیغ میکنه، فیلمو خودش رو تبلیغ میکنه. زمانی که ما توی یوتیوب یک کانال اصولی رو داریم، در واقع صاحب یک کانال اینترنتی هستیم، یک شبکه اینترنتی مثل شبکه 1 یا 2. حالا اون پیام بازرگانی ها چی هستن و روش درآمدزاییش چطوره؟ ببینید صاحب همه این سیستم یوتیوب شرکت گوگله، یه شرکت خارجیه، شرکت گوگله. تمام برندهای دنیا، همه مشاغلی که توی سرتاسر این دنیا جایی که انسان وجود داره، بیزینسی وجود داره، کامل همه زیر نظر یوتیوب تبلیغ میشن. صاحبین برندها، صاحبین مشاغل میاد به شرکت یوتیوب یک پولی رو به دلار پرداخت میکنه، چون درآمد دلاری یوتیوب از طریق کسب کردن تبلیغات از طریق برندهای دیگه است. مثلا شرکت پوما میاد 2 میلیون دلار به یوتیوب پول میده، میگه توی 20 تا کانال پر مخاطبت من رو تبلیغ کن. یوتیوب اون پولی که از پوما میگیره با چه کسایی تقسیم میکنه؟ با من، شما، دوستمون و هر کسی که یوتیوب رو بلده و توش کانال داره. میاد تبلیغ رو اول فیلم های ما قرار میده و پولی که از اون شرکت میگیره رو بیش از 40% رو به ما اختصاص میده، چون ما صاحب اثریم، ما صاحب اون کانالیم. پس من صاحب یک کانالی ام مثل شبکه 3. یوتیوب میاد یه تبلیغی رو از یک برندی میگیره، یه پولی میگیره، بیش از 40% اون پول مال منه، چون من این محتوا رو تولید کردم، توی این کانال گذاشتم، من صاحب این کانالم. من فکر کن مثلا یه فیلم سینماییه، من صاحب این فیلم سینمایی ام. پس کسی که میخواد توی فیلم من تبلیغ بده، پول تبلیغ باید به من بده. این سازوکار درآمد یوتیوب هست.